ایمان یعنی من یک چیزی رو قبول دارم بدون اینکه براش مدرک و دلیل و سندی وجود داشته باشه. من به یه چیزی باور دارم بدون اینکه مثلا اویدنسی براش باشه، استدلالی باشه. ولی تو ساختار دینی خیلی قرن بعد از به وجود اومدن اسلام و مسیحیت، بخش زیادی از فلسفه یونانی قاطی شد با اون چه که مثلا فقاهت کشیشا و آخوندا و اینا بود. خیلی از استدلالایی که توی کتاب‌های دینی مدرسه به ما یاد میدادن، اینا در اصل توسط فلسفه یونانی ساخته شده. مثلا استدلال علت و معلول هستش که اگر یک چیزی وجود داره، یه چیز دیگه به وجود آوردتش. مثلا اگه یک معلولی هست، یک علتی باعث اون شده. اگر ساعتی هست، یک ساعت سازی اونو ساختتش. خب اگر دنیا وجود داره، پس یک خدایی اونو درست کرده. این استدلال مال ارسطو، فیلسوف باستانی قرن 4 پیش از میلاد. اصلا مسیحیت هم ندیده حتی. ولی خب تو کتاب دینی مدرسه از این استدلال استفاده میکردن برای قانع کردن ما که چرا خدا وجود داره. راستشو بخواید هیچ دلیلی براش نیست و به خاطر همین بهش میگن ایمان. ایمان یعنی این که من بدون اینکه دلیلی داشته باشه قبول دارم اینو و تو قلبم هم قبول دارم. و چون دلیلی براش وجود نداره، ایمان یک پدیده فردیه. من نمیتونم آدمای دیگر رو وادار کنم که اونا هم مثلا ایمان داشته باشن، چون دلیلی برای ارائه دادن ندارم. و آزمون بشر دقیقا همینه که خدا میگه ببین من هیچ دلیلی بهت نمیدم، هیچ نشونه بهت نمیدم، هیچی، ولی تو به من اعتماد کن. اون چیزی که خودت میخوای، اون چیزی که حست و عقلت و اینو میگه، بذار کنار، به من اعتماد کن، من بهترشو بهت میدم. منتها اکثر آدما این کارو نمیکنن. چرا هم نمیکنن؟ فکر کنم تو قرآن یه آیه هست اونجایی که میگه مثلا به شیطان گفت سجده کن، اون گفت اینا قرار جنایت کنن، من چرا باید سجده کنم؟ مثلا منطقی به نظر نمیرسه. برای شیطان هم همین آزمون وجود داشت که اون میگفت تو این کارو بکن، نتیجهش برای تو بهتر خواهد بود، به من اعتماد کن. ولی اون نکرد. و بعد این بحثو میکنه که میگه من ثابت میکنم اینا جنایتکارن و موجودات بدی هستن. خدا هم میگه برو با غرور و با آرزوهای دور و دراز، با فریبا و آرزوهای دور و دراز، اینا رو قانع کن که دنبال تو بیان. دنبال تو بیان یعنی چیزی رو دنبال کنن که خودشون میخوان. و این دقیقاً تو مسیر زندگی ما انسان ها هست. یه چیزی رو فکر میکنیم میخوایم، فلان دختره رو میخوایم، فلان کار رو میخوایم، فلان موقعیت رو میخوایم و به هر قیمتی میخوایم. و احساس و عقلمون میگه اونو دنبال بکن و اعتماد نمیکنیم به خدا که یه وقتی اونو داره میگیره اما، و به زور میدویم دنبالش که به دستش بیاریم. اعتماد نمیکنیم که اگر خودمون رو بسپاریم به دست اون، چیزی بهتر به ما خواهد داد. و این دقیقاً همون تله‌ایه که شیطان برای همه ما پهن کرده. شما به پسرا نگاه میکنی، میبینی همه گزینه‌های خوبشون رو برای یک خیال طولانی در دوردست میپرونن. رابطه های خوبی که میتونن داشته باشن رو خراب میکنن به خاطر اینکه ته دلشون فلان دختره رو دوست دارن و فکر میکنن اگر اونو به دست بیارن خوشحال خواهند بود. این تله شیطانه. تو همون آیه‌ای که تو قرآن صحبت میکنه، میگه به شیطان گفت که سجده کن، اون گفت اینا قراره جنایت کنن، اصلا اینو چرا من باید به یه چیزی که از خودم پستره مثلا سجده کنم؟ تو همون هست که خدا گفتش اوکی، تو رو که میفرستم جهنم چون خواسته خودتو اولویت دادی به خواسته من و اعتماد نکردی به این. و اینا رو هم برو با آرزوهای دور و دراز و غرور فریبشون بده. آرزو دور و دراز یعنی این که من یه روزی ایده این که فلانی رو به دست بیارم، فلان موقعیت رو به دست بیارم، فلان زندگیم اینجوری بشه، زندگیم اونجوری بشه، اون موقع خوشحالم، اون موقع همه چیز تنظیم میشه، اون موقع همه چی درست خواهد بود. این اتفاق نمیفته. اینا توهماییه که اهریمن درست میکنه تو ذهن ما. آدم خوبه درست حسابی که الان توی زندگیت هست رو نپرون و خراب نکن رابطتو به خاطر خیال اینکه یه روزی فلانی رو من بتونم به دست بیارم، هنوز فلانی رو من دوست دارم. آدمی که خداوند از زندگی تو بردتش، اعتماد کن یه دلیلی داشته که اون آدم از زندگی تو برده بیرون. این چه جور عشقیه که فقط غم و رنج و بدبختی و مصیبت و اینا ازش به تو رسیده و باز اعتماد نمی کنی، باز ته دلت منتظری فلانی برگرده؟ اینا وسوسه های شیطانه. تو رو داره مشغول میکنه به خیال های دور و دراز که زندگی امروزت از بین بره.
و این کارو میکنه، با هممون هم میکنه. حالا هر کسی یه نقطه ضعفی داره دیگه. من بیشتر موضوعی که حرف میزنم راجع به روابط و ایناست، برای خیلی از ما پیش اومده دیگه. ته فکرمون میگیم فلانی شاید چیز بشه. اینا وسوسه‌های شیطان، همه رو از بین ببرید. اگر همین الان شانس اینو داری که یک زندگی متفاوتی رو درست بکنی، یه رابطه خوبی داشته باشی، از دستش نده، خرابش نکن. که این آرزوهای دور و دراز و غرور و اینا هیچ وقت تموم نمیشه. اون آدمایی که مثلا 1000 سال پیش مردن، اونا هم یه آرزوهایی داشتن، اونا هم یه رویاهایی داشتن، ولی خب عمر ما محدوده. کانسپت مرگ اصلا از جامعه ما حذف شده، بهش زیاد فکر نمی کنیم. تایم ما تو این سیاره محدوده، قرار تموم شه بریم. پس باید اون کاری رو انجام بدیم که درسته و اعتماد بکنیم به اون برنامه‌ای که خدا برامون داره. یکی از تفاوت‌های تئولوژیکال یا چی میگن الهیاتی که دنیای امروز ما با دنیای قدیم پیدا کرده اینه که قدیمی‌ها کاملا بر این موضوع واقف بودن که تمام فکرها و تمام احساساتی که ما داریم اینا خوب نیست و نباید دنبالشون کرد. شما هر حسی داری، هر چی دلت میگه و هر چی دلت میخواد و هر فکری اومد سراغت رو نباید دنبال بکنی، چون تو دنیای قدیم معتقد بودن که بعضی از فکرها و بعضی از حسایی که ما داریم اینا از خودمون نمیاد، از درون خودمون نمیاد، بلکه بعضی از فکرها و حسا میتونه از بیرون ما بیاد توسط موجودات دیگه. خب توسط موجوداتی که غیر فیزیکی هستن ما میتونیم به صورت فکر و حس تجربه بکنیم برخورده با اونا رو. یعنی مثلا غم، حسادت، کینه، نفرت، خشم، از همه مهمتر خشم و چیزهایی از این دست، اینا لزوما از درون شما نمیاد. علل خصوص اگر میبینی یهو بهت داره حمله میکنه، دلتنگی که تو داری زندگی تو میکنی، یهو اصلا جوری که اشک در چشت جمع شه دارن حمله میکنن بهت. خیلی از فکرها هم اینجوریه، فکرهای بعد من فلانی رو، اصلا یه لحظه اگه ترمز فکره رو بکشی، حتی اگه خوب ببین واقعا به چشم دل نگاه کنی، میبینیش که در گوشت داره میگه همین فکره رو اون داره میگه، تو فکر تو نیست. فلانی رو بگیرم یک دهنی من ازش سرویس کنم، چرا؟ اصلا چی آدمه، من چرا باید این کارو کنم باهاش؟ و میبینی یکی دیگه داره تو گوشت میخونه اینا رو. واقعا قدیمی ها اینو میدونستن که همه این فکرها و همه این حسایی که ما داریم از درون خودمون نمیاد. خیلی هاش از درون خودمون میاد ولی اگر میبینید بدون یک دلیل خاصی یه فکرهای منفی، یه چیزای خیلی بدی شما رو احاطه میکنه، باید اینو در نظر بگیرید که منشأ بعضی از این افکار و اندیشه ها بیرون از ماست. یعنی مغز ما انگار داره مثل یک گیرنده هم عمل میکنه، خودش سازنده افکار و احساسات هست، ولی گاهی انگار روی یه طول موجی میفته، یه چیزایی رو میگیره که نباید بگیره و باید بسیار مراقب باشیم. منتها تو دنیای الان، از اونجایی که کلا اهریمن داره کنترل میکنه این جهان، در دست شیطان پرستا و پیروانشونه همه جا، قانع کردن ما رو که به ندای دلت گوش کن، به فکرات گوش کن، هرچی دوست داری رو دنبال کن. حتی تا همین دوران روشنگری آدما، همین قرن 17 و 18 چنین اعتقادی وجود نداشته که تو هر کاری دوست داری بکن، ولی الان قانع کردن هر چی دلت میگه همون انجام بده، تشم میری دنبال شیطان. و وقتی تو یک رابطه‌ای داری مثلا با یه دختری که خیلی دوستش داری، اینو غیر از آدما اونا هم میبینن که اینا دوتا همدیگر رو دوست دارن، خوشحالن، رابطه خوبی دارن. بعد تبدیل میشی به هدف، تلاش میکنن رابطه رو از بین ببرن، میان و نفوذ میکنن تو ارتباط بین شما دوتا. این نفوذ رو هم از طریق چی انجام میدن؟ از طریق یه سری فکرها و حسات و هر دوتای شما و از طریق یه سری آدما دور و برتون. آدمایی رو میفرستن که بگم شک بندازن تو دل مثلا دختره یا مثلا پسره، تردید بندازن، کاری کنن پسره بددل شه، کاری کنن دختره فکر کنه من آدم اشتباهی رو انتخاب کردم. و اینجور فکرها رو، اینجور نخای اشتباه و موجودات دیگری دارن ایجاد میکنن. یعنی این مهرهای شطرنج با ما آدما بازی میکنن از طریق فکرها و از طریق حسا. ما نباید دنبال هر فکر و هر حسی که داریم بریم، هر چی به ذهنمون رسید و بگیم.
من یه زوجی رو میبینم اینا خوشحالن با هم، بعد فکر میکنم این پسره آخه این چه آدم چیزی نیستا، واقعا این فکر توه یا یکی داره در گوشت میخونه. بعد میری مثلا اینو به فلانی میگی، یه شکی هم برای اون میندازی، بعد تشمیل رابطهشون خواهد. چون هدف اینه دیگه، هدف اینه که ماها رو از هم جدا کنن، هدف اینه که ما تنها باشیم، در تنهایی بمیریم. اصلا تو فکر کنم تو خود قرآنه، یه جایی یادم نیست کجا خوندم، خیلی وقت پیش خوندم، چیز که میگفت اصلا هدف شیطان، یکی از هدفاش اینه نسل بشر رو منقرض کنه. یکی از هدفش واقعا تارگتاش اینه. الان هم میبینید دارم میرسم بهش دیگه، هیچکی دیگه ازدواج نمیکنه، رابطه‌ای وجود نداره، هر کی هم رابطه داره خراب میشه رابطه‌شون. بعد وقتی میبینی سر و کله آدمای اشتباه تو اون رابطه پیدا شده، یعنی تو یه دختری رو دوست داری، مثلا 3-4 تا دوست گی داره، خب وقتی مشخص، یا آدمای مثلا حسود دورشن، آدمای دریوری دورشن، ببین اینا آلودن، یعنی خودشون آلودن، میان رابطه شما رو هم آلوده میکنن. بعضی وقتا هم متاسفانه نمیشه نجات داد دیگه. این زن لوط بود که حضرت لوط هر کاری کرد این زنش رو نجات بده، نشد دیگه، آخر اونم موند اونجا با بقیه، نابود شد. خلاصه که اینجوریه، وقتی عشقی بین شما میبینن حمله میکنن بهتون، سعی میکنن از بین ببرن اون عشقو، و معمولا موقعی که از بین میبرن اون دختره خیلی راحت‌تر جذب میشه به این چیزهای منفی، شروع میکنه کارهای بد کردن. و تو تنها راهی که میتونی کنترل بکنی این قضیه رو اینه که قیچی کنی، اون کابل انرژی که به اون داری رو قیچی کنی، چون با مصرف انرژی تو اون میتونه کارهای بد کنه. تو تبدیل شدی به یه چیزی شبیه یه قربانی، عشق تو رو قربانی کرده، حالا میتونه بره کارهای بد بکنه باهاش. و با قطع کردن این منشأ انرژی تو میتونی گشنگی بدی به اونایی که وصل شدن بهش. در مورد دعانویسی و جادو جنبل و اینا هم بذارید یه توضیح بهتون بدم. هم تو مسیحیت هم تو اسلام شما پیدا میکنید، یعنی تو انجیل و قرآن اینو پیدا میکنید که کسایی که خودشونو بسپارن به دست خدا، به همین سادگی خودشونو در قلب و در فکرشون بسپارن به دست خدا، نیروهای منفی هیچ کنترلی روی اینا ندارن، هیچی. اون جایی میتونن کنترل داشته باشن که تو در قلبت و در فکرت خودتو نسپاری دست خداوند. و این نسپردنه یه چیز خیلی ساده است. نکن خدا یک پیشنهاد مشخصی مقابل انسان میذاره، اونم این که تو خواسته های خودتو بذار کنار، من بهترشو بهت میدم. همین. به شیطانم همینو گفتش بیا سجده کن مقابل این. اون گفته چرا؟ اینا قرار جنایت کنن، قرار کار بد کنن، من چرا باید این کار کنم؟ گفت که اعتماد کن به من، بهتره برات، و نکرد. این پیشنهاد مقابل ما هم هست و این پیشنهاد رو بپذیریم معنیش این میشه که ما خودمون رو سپردیم دست خدا. ولی به حرف و اینا نیست، یعنی واقعا تو قلبت بگی ببین من خدا میسپارم به دست این مسیر و میدونم که یه نیروی قوی تری داره از من مراقبت میکنه. واقعا تو قلبت این احساسو بکنی، تو فکرت این احساسو بکنی، هیچ تأثیری نمیذاره رود. یعنی ببین گنده ترینای این داستانای جادو جنبل و اینا همونایی که مثلا پیش اپستین و معبد تو جزیرش ساخته، بعد میگن اینا چیزه، اینا همش مثلا سیاسیه. از دید شما سیاسیه که میشینید با اخبار. اونایی که تو اون جزیره میرفتن میدونستن معبد چیه. برای ملوخ معبد ساخته تو جزیره. جدی هست، عکساشو برید نگاه کنید، نوار آبی داره. اونایی که اون رده بالا هن اصلا فکر می‌کن چجوری رسیدن اون رده بالا. شما اصلا رات نمیدن تو بازی، اگر نمیتونی اصلا اونقدر گندشی اگر تو این داستانا نباشی. کل تاریخ بشر رو که نگاه میکنی فقط کسایی که قدرت و ثروت و شهرت خیلی زیاد دارن از اینجور کارا میکنن. آدمای کی باور نداره به اینا؟ کی فکر میکنه همه اینا چرت و پرت؟ تو صبحم بیدار میشی میره اداره کارمندی تو میکنی و اونایی که باور دارن صاحب جهانن مثلا. خلاصه حتی اونا هم کنترلی روی کسی که خودشو بسپاره دست خدا ندارن. این چیزا رو توی قرآن که یادم ادامه همون آیه که در مورد سجده نکردن شیطان بود این کلمه رو میگه، که میگه اونایی که پیرو منن یا اونایی که خودشون به من سپردن، یه همچین کلمه‌ای به کار میبره. هیچ کنترلی تو روی اونا نداری، هیچی.
هیچ مدل جادو جنبلی رو چنین آدمایی کار نمیکنه. خلاصه باور نکنید فلانی برام دعا گرفته و اینو بسپار به دست خدا، باطل میشه. واقعا یه خاصیت غیر مادی داره این قضیه، جدایی و رنجی که تو میکشی موقع جدا شدن یک خاصیت غیر فیزیکی داره حقیقتا. حالا شما ممکنه قبول نداشته باشید، ولی وقتی دو نفر ارتباط تنگاتنگی با هم دیگه دارن، انگار یه چیزی شبیه یه سیستم بسته به وجود میاد که اگر تو خیلی ناراحت باشی اون شارژ میشه و ناراحتی و غم توئه که باعث میشه اون انقدر انرژی بگیره بره هر کاری که نباید و انجام بده. یعنی تو انقدر اجازه دادی که این جدایی بشکونتت که یه چیزایی بس شدن این انگل دارن تغذیه میکنن ازت و ناراحت نگهت میدارن و در گوش دختره میخونن که این خراب بازی رو در بیار، این کارو بکن، اون کارو بکن، خب که تو بیشتر خون ریزی کنی. یعنی مصرفت میکنن و واقعا هم نگاه بکنی حس میکنی دیگه. شاید اینا به نظرتون منطقی نرسه ولی دقیقا همینیه که دارم میگم. و راهش چیه؟ راهش اینه که تمام این کابل انرژی رو قیچی کنی بین خودت و اون، قیچیش کنی این کابلو، چون با مصرف شدن تو اون داره میره این کارا رو میکنه. یعنی یه جورایی تو داری ساپورت میکنی، تقصیر تو تا یه حدی. کلن که قطع کنی یعنی نه مسیجی بدی، نه پیامی بدی، نه بهش فکر کنی، حتی نه بری چک کنی، نه هیچی کلن که قطع بکنی اینو، اونم انرژی نداره، مازاد انرژی نداره که بره این کارا رو انجام بده. یعنی ایدئال جدایی برای اون نیروهای منفی اینه که یه رابطه خوبی رو پیدا کنن بین دو نفر، ذره ذره از طریق آدمای ناجور خراب کنن این رابطه رو. بعد که جدایی اتفاق افتاد، یکی از این دو نفر خب دلشکسته و داغون و نابود بشه و اینا از اون تغذیه بکنن و اون یکیه رو انقدر وسوسش بکنن که بره همه کارهای بد رو انجام بده. این ایدئال شیکوندن ارتباطات انسانیه براشون و این آب خوردن انجامش میدن. الان همه ابزاراشو به طور سیستماتیک ساختن دیگه. اینا بالاخره ایجنت ها و آدماشون هستن تو این دنیا و اینا اصلا زیر ساختای لازم برای اینجور اتفاقا رو درست میکنن تو جامعه. اونلی فنز اصلا چرا مثلا ما یه چیزی داریم مثل اون، چرا تیندر داریم، چرا بامبل داریم و اینا. من یه ویدئویی میخواستم بسازم حالا فرصت نکردم درست بکنم. تمام برنامه هایی مثل تیندر و بامبل و این برنامه دوستیابی تو ما یا اوکی کیوپید و نمیدونم سایت های چیز و تمام اینا مال یه هولدینگ توریه به نام مچ دات کام. همه صاحب همشون یه نفره. اون یه نفرم بگین چه ملیتی داره، مال چه قومیه ای گفتی.